خودمون رو جز اهل قبور بشماریم و رمضان بگذرونیم. فکر میکنیم که فقط و فقط بلند شدن در سحری بر اینه که ما سیر بخوریم که طول روز فشار رومون نیاد. همینا که روزها دنبال خون شهادت بودن، شبا دنبال اشک ندامت بودن. به گفته یکی از بزرگان 3 تا دل رو یک جا جمع میکردن. 3 تا دل، اتفاقات بزرگ میافتاد وقتی این 3 تا دل جمع میشه. خیلی بده که ما تو رمضان هم توفیق تهجد نداشته باشیم، ولی ما نمیتونیم از موبایلمون کم کنیم، ما نمیتونیم از رسانه و فیلممون کم کنیم، ما نمیتونیم از فضای مجازی و رسانه‌ای کم کنیم. در حدیث آمده خودت رو جز اهل قبور بشمار. یعنی چی؟ یعنی طوری با خودت فکر کن که گویا من مرگ رو تجربه کردم، دیدم اون لحظه ای رو که همه تعلقات دنیا، دلدادگی های دنیا، وابستگی های دنیا با آمدن مرگ تمام شد. دیدم اون صحنه ای که تمام اموال و ثروت رو به آنی از من گرفتن و حالا میراث برای من، که بعضا این میراث برا شاید دشمنم با من توشون پیدا بشه، اینا حالا خودشون انداختن رو مالم، هیچکی سهم نداره تو این مال، خودم هیچ سهمی تو این مال ندارم. گویا مرگ رو تجربه کردی، الله به تو فرصتی داده دوباره برو 1 ماه دیگه تو رمضان زندگی کن. حالا گویا این مرگ رو تجربه کردی، این فراق و جدایی رو گویا تجربه کردی، خدا به تو مهلت داده 1 ماه دیگه برو تو زندگی کن. اگه به اینایی که تو قبرستان ها خوابیدن 1 رمضان امسال رو مهلت بدن، بگه خیلی خوب برگرد بیا این 1 ماه دیگر هم بندگی کن، بعد برو. اون 1 ماه رو چطور بندگی میکنن؟ رمضان رو اونطوری بگذرونیم، خودمون رو جز اهل قبور بشماریم و رمضان بگذرونیم. طوری رمضان رو بگذرونیم گویا هر ساعت رمضان آخرین لحظه زندگی ماست. این سحر آخرین سحریه، این افطار آخرین افطاریه، این قیام و این تراویح آخرین تراویح منه، این صیام، این روزه امروز و دعاهایی که تو این روز مقبوله با روزه، یا آخرین فرصت زندگی منه. چطور اینا رو میگذرونید؟ اگر با این روحیه، با این فکر وارد رمضان شدیم، میتونیم از رمضان استفاده کنیم. اگر نه، بدون هیچ آمادگی روحی، آمادگی فکری، بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ دعایی، با همون غفلت ها، با همون جار و جنجال ها، با همون دغدغه های دنیوی وارد رمضان شدید، تا چشم به هم بزنی رمضان میره و نمیتونی رمضان فایده ای ببری، استفاده ای بکنی. ببینید نبی ما قبل از رمضان به ما دعا یاد داد. وارد رمضان میشی با دعا، با نیاز از 2 ماه قبل. بعد از رمضان بعد روزه 6 روز چیه؟ شوال. اون روزه برای چیه؟ برای اینکه اگر ما در طول رمضان یکی فطریه داریم، یه عبادت مالی، یکی دیگه 6 روزه شوال، این فطریه، این عبادت مالی، این صدقه و اون 6 روز شوال که اگر کسی توفیق پیدا بکنه بگیره مستحبه، اینا برای اینه که اگر ضعفی تو رمضانت بوده، کوتاهی تو رمضانت بوده، با اینا جبران بشه. فرض رمضان نور دیگری داره، برکت دیگری داره. عزیزان متاسفانه ما سحری ها بدون نیت، بدون هیچ انگیزه دینی فکر میکنیم که فقط و فقط بلند شدن در سحری بر اینه که ما سیر بخوریم که طول روز فشار رومون نیاد. عادت کردیم، ما رو سحری ها بیدار میکنن، از روی عادت بلند میشیم، بی نیت بلند میشیم و فکر میکنیم سحری بلند شدن فقط برای اینه که چیکار کنیم؟ سیر بخوریم که طول روز گرسنمون نشه. نه، تنها هدف سحری این نیست. سحری عبادته، سحری اتباع سنته، برای سحری فضائل آمده.
اینا رو بشینیم با اعضای خانواده کنار همدیگر قبل از رمضان فضائل رمضان رو بخونیم تا سحری هامون تنها برای سیر خوردن نباشه، بلکه بلند شدن ما برای سحر با این انگیزه های دینی، با این نیت ها، با این استحضار فضائل باشه تا سحریمون چی بشه؟ عبادت بشه. هر لقمش اگر با همین نیت بلند بشه که تو احادیث فضائل آمده، نبی ما گفته که در سحری برکته، نبی ما گفته فرق روزه ما و اهل کتاب گذشته در اینه که اونا سحری نمی کردن، ما سحری میکنیم، و فضائلی که در رابطه با سحری آمده در احادیث، اینا رو تو خونه اگر مذاکره بکنیم، با این نیت بلند بشیم، اینا رو تو ذهن خودمون مرور کنیم، میشه سحری و اون ساعت بیدار شدن خودش عبادت. بعد سحری رو سعی کنید یه خورده اختصاص بدیم، شب رمضان رو زودتر بخوابیم، و از اون طرف دیگه موقع سحری موقع اجابت دعاست، رمضانه، باز تو رمضان وقت سحره. چه اتفاقات قشنگی در صدر اسلام به دست مسلمان ها می افتاد. یکی از علتهای عمدش این بود که رهبان باللیل بودن، فرسان بالنهار، دشمناشون شهادت میدادن، روز شهسواران روز بودن، بر پشت اسبها سوار می شدن، توری شمشیر در راه خدا می زدن که دیگران احساس می کردن اینا غیر از سوارکاری، غیر از شمشیر زدن، گویا هیچ مهارت دیگه ای ندارن، چقدر ماهرن تو این زمینه. اما همینا پارسایان شب بودن، همینا که روزها دنبال خون شهادت بودن، شبا دنبال اشک ندامت بودن، خوب بلد بودن شبا جلوی خدا چطور اشک بریزن، و خوب بلد بودن چطور طول روز با خون شهادت خدا رو به دست بیارن. همینا رهبان باللیل بودن. به گفته یکی از بزرگان 3 تا دل رو یک جا جمع میکردن، 3 تا دل، اتفاقات بزرگ میافتاد وقتی این 3 تا دل جمع میشد. دل شب موقع سحر، دل مؤمن، دل قرآن، چیه؟ سوره یاسین. اینا رو جمع میکردن با هم. این 3 تا دل که کنار هم دیگر میامد، دلا بسوز که سوز تو کارها میکند، ناله نیمه شبی دفع 100 بلا میکند. بلاها دفع میشد، فتنه ها دور میشد، ظلمات میرفت، بدیها دور میشد و خداوند دروازه نصرت رو و کمک رو برای مسلمان ها باز میکرد. تاریخ سازی ها اتفاق میافتاد، حماسه آفرینی ها اتفاق میافتاد و اینا میتونستن چه افتخاراتی رو برای امت رقم بزنن. اما کجاست این ناله های نیمه شب ما الان؟ کجاست این ربنا های ما؟ طول سال توفیق تهجد نداریم، بماند. خیلی بده که ما تو رمضان هم توفیق تهجد نداشته باشیم. خیلی بده که سحری ها بیدار بشیم، رحمت الله تعالی به آسمان اول بیاد، بگه کیه که از من بخواد تا بهش بدم، کی مغفرت میخواد تا مغفرتش بکنم. تو همین وقت هم خدای نکرده موقع اجابت دعاست با موبایلش برمیره، موقع سحر موقع اجابت دعاست، آقا با تلویزیون و با فیلم و سریال مشغوله. خیلی بده، این اوج غفلته. سعی کنید تو رمضان برنامه بریزید از این موبایلی که کلی دغدغه و جنجال فکری برای ما درست میکنه و روح طاعت و عبادت، نور بندگی رو از ما میگیره. حتی امکان تلاش کنیم که از این فضای مجازی، از این رسانه ها تو رمضان فاصله بگیریم تا جایی که امکان داره. اگه بتونه اینو به 0 برسونید، یه موبایل ساده دستون باشه، این موبایل اندروید و هوشمند رو برای رمضان بذارید کنار، یه خلوتی، یه تبتلی، یه یک سویی، یک انقطاعی از ما سوى الله بر خودتون ایجاد کنید. حتی بزرگان ما تو رمضان نگران کلمات و جملاتشون بودن، سعی میکردن اون پرگویی، اون شهوت کلامی که قبل از رمضان داشتن تو رمضان نداشته باشن. الله
بزرگان ما تو رمضان حتی از عبادتهای غیر مقصوده و حتی از افاده های دینی سعی میکردن کم کنن، بیشتر به خلوت و تبتل و یکسویی و اعمال انفرادی خودشون برسن تو رمضان. یعنی اگر داعی هم بودن، اگر مبلغ هم بودن، اگر مصلح هم که بودن، تو رمضان سعی میکردن این کارهایی که جنبه افاده داره، فایده متعدی داره برای دیگران، اینا رو کم کنن که بیشتر به بندگی خدا برسن. نبی ما مبعوث شده، حامل رسالت و پیام برای بشریته، اما تو رمضان همین نبی اعتکاف میشینه. چی؟ یعنی نبی ما با وجود این که هر دقیقه زندگی این نبی برای بشریت چقدر نفع، چقدر فایده است، همین نبی باز هم از زمان مشروعیت رمضان تا زمانی که رمضان تمام شد غیر از 1 سال، اونم بنا به یک عذری، کل رمضان ها رو اعتکاف نشستن. گاهی وقتا نه تنها 1 دهه، 2 دهه، 3 دهه. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه که حصه اخیر عمر خودشون کل رمضان رو به اعتکاف می نشستن، کل رمضان. یعنی بین یکی مثل شیخ الحدیث مولانا زکریا تعلیف رو، تصنیف رو، تبلیغ رو، تزکیه رو که برای مردمه، تو رمضان اینا رو کنار میگذاشت و بیشتر وقتش رو برای تزکیه و اصلاح در نظر می. بزرگان ما از این عبادت ها حتی فاصله می گرفتن، به خود مشغول می شدن. ولی ما نمیتونیم از موبایلمون کم کنیم، ما نمیتونیم از رسانه و فیلممون کم کنیم، ما نمیتونیم از فضای مجازی و رسانه‌ای کم کنیم. اونا از اونا کم میکردن، میامدن اینجا به خود مشغول میشدن، تبتلی، یکسویی، انقطاعی با خدا، از ما سب الله. اونا از اونا کم میکردن. از این طرف تو یه چاهی، حضرت حکیم الامه طحاوی میفرماد یه چاه پر آب، هر چه ازش آب بکشی 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 بکشی، وقفه برای خودش نداشته باشه، برای خودسازی خودش نداشته باشه، تایمی، بالاخره این آب که دائما ازش میکشن هیچ وقفه ندارد، به لجن میرسه، به گل و لای میرسه. این چاه نیاز داره که یه فرصتایی ازش آب نکشن و اون بتونه جبران مافات کنه، یه چیزایی 2 مرتبه تو خودش پیدا کنه. حضرت حکیم الامه طحاوی میگه داعی، مبلغ، مصلح هم نیاز داره به تبتل‌هایی، انقطاع‌هایی، یکسویی‌هایی با خدا و تبتل الیه تبتیلا. بزرگان ما از اون خدمات دینی خودشون کم میکردن تا تو رمضان بتونن به اصلاح خودشون، به تزکیه خودشون، به ارتباط بیشتر خودشون با خدا کمک کنن. ولی ما نمیتونیم چیکار کنیم؟ بگی از فیلم کم کنیم، از سریال کم کنیم، از فضا مجازی و رسانه کم کنیم. بعد توقع داریم الله تعالی همون نصرت، همون مدد، همون مقبولیتی که به دوستان خودش داده به ما هم بده. لذا عزیزان تلاش کنید انشاءالله تعالی رمضان رو با یک برنامه دقیق، اولا با دعا، دوم با یک برنامه کم کنیم دغدغه های خودمون و جار جنجال های دنیامون رو کم کنیم و با یه آمادگی وارد رمضان بشیم.